طریقه روغن کاری یا گریس کاری موتور کولر اینه که اون دریچه پشت و پیشگوشتی بیارید بیرون. اگر روغن خوره با روغن و اگر پربرینگ داره و گریس خوره با گریس اونو تغذیه کنید و همینجور جلو موتور هم همینجور دریچه وجود داره که میتونید رو باز کنید. بهتر اینه که پولی رو بیارید بیرون و قشنگ اونو گریس کاری و یا روغن کاری کنید. بعد که این عمل رو انجامش دادید، قشنگ روغن کاری شد، دریچه ها رو قشنگ جا بزنید با ضربات آروم چکش. و اینکه یه نکته دیگه هم بهتون بگم، یک کلاچی وجود داره توی موتور کولر که اگر که خواستید به صورت تخصصی موتور رو روغن کاری کنید، یه چند قطره روغن هم اون نیاز داره برای اینکه اون کلاچ بتونه راحت تر کار کنه. سیم کشی اونم انشالله توی کلیپ های بعدی من میذارم که عزیزانی که میخوان به صورت تخصصی اونو یاد بگیرن. شکرم.